میرسد کار بکن قبل از آن که از دستت نیاد هیچ کار. وقتی که ملائکه اومد دیگه جان تگرو بگوی اکو بیس میرم از زکات میتم، بیس اکو میرم اوچما حج روی میکنم، بیس اکو من میرم اپام بیچاره 6 دفترمای ما اولاد خوب چهار میبرم زندگیش دیگه تمام وقت بود شد. میگه شانس دادم، همین قروز نگات کردم، مال دادم، چی دادم نکدی. اون مرده که در خانه اومد گفت زن ما در بالینسا کسری وکدیسن، کودک میگه جان میگه ما برم، کودک میگه ما برم، دکتر میگه $500 بیار که زن تا شکم شد چوک کنیم کودک بگیریم. اومد در خانه داشتی پول ندادیش، او میگه ملائکه بتر امتحان کرد، اگر همون را میدادی میبرم میرفت من مال تایید زیاد میکردم. ایدا چی میکردم؟ نه که من به آدم به شکل ملائکه رای کردم تو نکردی. و همین خاطر از دست چیزی میاد کمک کنین، خدمت کنین، خدمت میمونه و خوبی میمونه. فردا که وقتی در این تابوت سوار شدی خندان میره. میگه وقتی که انسان جنتی میفته مرا تیز برین من نکنین، ما جو میفته مرا تیز برین من نکنین، ما جو دیدم که جنت نه که آدمی که دوزخ ته جوش نشون میده. این جد میگه گریه و ناله میکده، اینقدر داد فیغان میکده که اگر انسان میشنویده با جز انسان جینا و سگا و حیوانا و همه میشنویده، انسان اگر بشنویده دیوانه میشه دادی زدنی امورا. یک خداوند بزرگی شوید دهنش محکم میگه، ملائکه را میفته آوازش نبره که مردم نفهمه، قدر سخته. و همین خاطر همه وقت به یاد مرگ به یاد خدا باشیم. دوست در چی شید؟ دیو میگه ان شبابه فم ابنه، ای جوانیت میپرسه مولوی در جوانیت خوب بودی، همت مریض نبودی، دست پا داشتی، مسجد نیومدی، نماز نخوندی، نماز تهجد نخوندی، پیر کشیدی پدر میشه سردر میشه دیگه دستت کوتاه میشه. در جوانی چیکار کردی؟ کو بگو یک تاش میپرسه. سیوم میگه ان ماله، مالی که عین مکتسبه و عین انفقه، مالی که دادم از کدام طریق کسب کردی و کدام طریق صرف کردی. و طریق یعنی راه، طریق راه میگم به عربی، یعنی از کدام راه حلال آمد و کدام راه حلال رفت، از کدام راه حرام آوردیش و کدام راه حرام رفت، او را همش میپرسه. پنجم میگه از علمی که من ترا دادم مولوی او تای امین جان مرد چرا نرفتی امورا بگوی، مادراتون بودن، خواهرات بود، برادرها بود، نگفتی حدیثی مرا. از علم ما وظیفه مون نمیه. بعضیا میگن ملا میرم، نه، هدف مقصد ما خودنمایی و سخنرانی نیست، هدف مقصد ما که یک کلام خدا را برسونیم. رسول خدا گفت بلغوا عنی ولو آیه، شما یک حدیث ما یاد گفتیم برسین، شاید به واسطه همین جنازه یک رجب علی، به واسطه همین مرگ همین یک کسی دویا شوه و زیبرا مدر شد دست چمچه کنه در 8 جنت وی میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که مادراتون قدماشون گفت جنت برین، اگر هر کسی پای مادرش ببوسه جنت گویا بوسیدگیه. اینقدر جنت یافتنش آسانه، برای همین یک مادر خدا داده و طریق همین مادر میتونی جنت بیوی.